25 و تو هنوز اینا رو راجع به رابطه نمیدونی، خب جای تعجبی هم نداره که واقعا بیرون چه خبر. امروز تو این ویدیو میخوام بهت بگم که تو ایران، البته تو دنیا، رابطه داره به کجا کشیده میشه، اصلا چه خبره، چه برگشتوی این روزا. ترند 2025 چیه راجع به رابطه؟ شاید برای خنده‌دار باشه که رابطه مگه ترند داره؟ آره ترند داره. 2025 یه ترند خیلی بامزه داره که مطمئنم هیچ کدومتون ازش خبر ندارید. در کنارش میخوام بهت بگم که یه سری استانداردها تو دنیا و حالا تو ایران به چه صورته تو رابطه. بیشترش هم این قضیه فکر می‌کردم وقتی تو نحوه استفاده از یه چیز رو نمیدونی چجوری واقعا انتظار داری که اون مسئله برات اوکی باشه و خوب پیش بره. مثلا تو فکر کن طرز استفاده از گوشی رو بلد نیستی و طبیعتا نمیتونی از گوشی اونطوری که باید استفاده کنی. رابطه هم همینه. چطورین؟ خب میخواستم بهتون بگم که اصلا چی شد همچین مسئله‌ای برای من دغدغه شد. البته برای من دغدغه بود از همون اول. دارم به این مسئله فکر می‌کنم تحت تاثیر حالا فضای مجازی، چیزایی که بیرون داریم می‌بینیم تو جمع دوستای خودمون، کافه، خیابون و اونور. تا حالا واقعا به این قضیه فکر کردیم که چقدر روابط اینجوری شده؟ حالا اینجوری یعنی چی؟ چقدر رابطه ها سمی شد. آیا میشه چیزی که الان وجود داره اسمشو گذاشت رابطه؟ تو فضای خود یوتیوب، اینستاگرام و تمام پلتفرم‌های دیگه خیلی ویدیوهای زیادی دارم میبینم که بمباران میشیم. توسعه فردی، کار، بیزنس، هر مسئله دیگه ای. ولی همش داشتم فکر می‌کردم که چقدر جای یه محتوای خوب در مورد روابط، در مورد استانداردهای واقعی، در مورد ملاک‌های واقعی واقعا خالیه. یه جزئی مدرسای درست حسابی اینستاگرام و فضاهای مجازی به یه سری آموزان نیاز داریم که خیلی اونطور تو قالب جدی هم نباشه. واقعا کی حالا رو مثلا بره 1 ساعت 2 ساعت پادکست ببینه؟ من حالا در طی اون پادکست متوجه بشه که رفتارهای درست در این رابطه چیه. ببین میدونم یه سری چیزا واقعا معلومه و اصلا نیاز به توضیح نداره، شاید از قبلا تا الان بوده، ولی اگه دقت کرده باشی بیشتر محتوایی که الان راجع به روابط و این داستانا هست فانه بیشتر و اصلا یه سری چیزا راجع به رابطه ها میدونیم و اصلا میدونیم که معضله، ولی همش رو فان کردیم، مثلا شوخی گرفتیم، اوکی دیگه همینه. یه چیز خیلی جالبی که برای من جرقه شد با اومدن هوش مصنوعی، همون چت جی پی تی، دیدم که همه اننه باباشون صمیمی‌تر، از سیسیشون، از داداشیشون، از همه با این چت جی پی تی صمیمی‌ترن. یعنی باورت نمیشه. من خودم دوستان بعد از یه مدتی دیدم که این چت جی پی تی مثلا جای منو گرفته. حالا من کی بودم؟ من همچین آدمی بودم برای دوستان که دیت می‌خواستم برم، خب چیکار کنیم، چی بپوشیم، این کارو کنیم. من دیت بودم، زنگ زد تعریف می‌کرد. وای یه چیزی بهتون بگم، شاید الان توی ویدیو گفتنش جالب نباشه، چت جی پی تی یه فال میگیره. ببین یه فال میگیره، نگم برات چه ربطی داره. چیزی که من روزا متوجه شدم اینه که چت جی پی تی جایگزین روانشناسای کشور و فالگیرهای محترم وطنی شده. من دارم میبینم که با اومدن چت جی پی تی یه سری دیگه احساس میکنن به تراپی نیاز ندارن، اصلا تراپی نمیرن دیگه. بهترین تراپیستی که میتونه برای اینا وجود داشته باشه چت جی پی تی. متاسفانه چت جی پی تی هم به خاطر اون تاییدی که میدونید در هر شرایطی برای تاییدت بکنه، اضطراب لحظه‌ای رو کم میکنه. خیلی فکر کنم برای شما پیش اومده که هر کی داره میبینید تو چت جی پی تی خیلی ابزار اوکیه. من خودم همه جور دارم ازش استفاده میکنم، ولی تو زمینه روابط یکم ترسناک. یه چیز دیگه که خیلی به چشم من اومد و خیلی برای من جالبه اینه که اگه یه کوچولو از اون جامعه‌ای که توش داری زندگی می‌کنی فاصله بگیری، حالا به واسطه اینستاگرام واقعا کل کشور انگار اکیپ شده، تو همه رو میشناسی. یکم از اون جامعه تو فاصله بگیری، یهو متوجه میشی که چرا همه شبیه هم شده؟ چرا همه روابط شبیه هم شده؟ چجوری میشه که 90% دخترای سرزمینم یه تایپ دارن؟ واقعا میشناسم دختر که گل دوست نداره و من نمیدونم حالا چجوری. به واسطه این ویدئویی که تو فضای مجازی میاد نشون میده که آره مردی که دوست داره، مردی که خفنه، پسری که جنتلمنه باید این کارو باید بکنه. واقعا رفیق دارم که گل دوست نداشت، بعد از این که همچون ویدیو رو دید یهو اینجوری که برای من گل بگیر. مثلا با هم تو رابطه دیگه، پسره داره میگه که تو مگه گل دوست داری؟ تو اصلا گل دوست نداری. نه، مردی که اینطوریه باید گل بگیر. باورت میشه؟ یعنی انقدر تاثیر فضای مجازی، هوش مصنوعی و تمام دیتایی که داریم توسطش بمباران میشیم ما قرار میگیریم. بعدیش اینه که این اتفاقات تقریبا ناخودآگاه رو مغز ما تاثیر میذاره. خودتون دیدین که تو اینستاگرام
داره ترند میشه که دخترها مثلا میگه تایپتو بهم بگو یا مثلا با کی میخوای ازدواج کنی یا حرکت میکنه مثلا اوکی شو باهاش. دیدین خیلی ویدیوهای زیاد اینطوریه که داره میگه واقعا ای کاش فلان مثلا داره باهاش چت میکنه مثلا قهر با دوست بزنه بعد این کاش میگم که ای کاش مثلا تو شبیه چت جی پی تی. خیلی استرس و دغدغه من زیاد نبود، یعنی مثلا میگفتم که اوکی تو ایران دیگه درست میشه یا مثلا شاید یه موج جدیدی راه افتاده. تایم که دیدم که مجله فوگ اعلام کرد که ترند امسال سینگل بودنه. واقعا باورم نمیشه، این سطح از تکنولوژی، این همه امکانات، همه بدنها خفن، همه کسب و کارا اوکی، همه مسیرها مشخص، ولی زمینه رابطه هر چی نگاه میکنم داره بد و بدتر میشه. یعنی به جایی که به نقطه برسه نه اینکه تنهایی بد باشه اصلا، ولی آخه من دارم میبینم که چقدر آدم‌ها برای دیت کردن هم دارن تلاش میکنن. اگه آدم به رابطه داشتن نیاز نداشته باشه واقعا به این نقطه میرسه که من با اون تنهایی اوکی ام. ولی حتی اون آدمایی هم که دارن میگن ما با تنهایی اوکی هستیم اینجوری هستن که من آدم رابطه هستم، میتونه وارد رابطه بشم ولی رابطه درست پیدا نکردم. رابطه درست مثلا یکی از چیزایی که خیلی زیاد شده، واقعا من اوکی ام با اینکه وارد رابطه بشم، ولی خب رابطه الان اینجوری شده اونجوری شده که هیچی قرار نیست از خودش شروع کنه. همش اینجوریه که برای دختر اینطوریان، خب چون پسرها اینطوریان پس رابطه نمیشه، پسر خوب نیست. برای پسرها هم همینطور، دختر خوب نیست. اصلا این تعریف خوب و بد و ببینیم واقعا چیه. هر معضلی، یعنی یه چیزی که خیلی تاثیر منفی داشته باشه چون فان میشه معمولی میشه. ماشینم جاش خوبه؟ جاش عالی ازم. بریم کجا؟ شمال دیگه. شمال الان؟ آره دیگه. نمیتونم که یهویی. همین بریم کردان، پس نزدیکه. کردان نمیتونم میگم یهویی الان. دوست خوب چی داری؟ بستگی داره خوبه تو چی میبینی. 60% ویدیو تو هم داشته باشه اوکیه. خوبم زبون داری. آره خیلی. کجاش دیدی؟ بریم پس. کجا؟ خونه دیگه، همین خونه هم بغله. یه رو پیش شماره دادی هولیا. پس بیا بریم عقب واسه در بیا. چیکار می‌کنی عزیزم؟ هیچی، دیروز با دوستان مهمونی بودم، دارم استوری میذارم. اوف این بلونده چقدر خوبه. داداش پاشو کارتو بکن، الان میام دنبال. دوستش خیلی خوبه. این قدی نداره؟ یعنی چی؟ عزیزم یعنی من نماینده دوستان اکسپت بشه میرم. حالا خدایی وسط ویدیو بلونده هم مشکیا اوکی ترن از دیدگاه پسرها. این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ بلونده بهتر، مشکیا بهتر. بلونده این چیه واقعا داستانش؟ حالا اینا چی میزنی؟ بعضی وقتا مهمونی چیزی دراک چی؟ نه. دوستا چی؟ نه اونا فقط درینک یه کوچولو. پس جمع سوبرالیه دیگه. حالا این درینکایی که میگیری سیفه. چون 100% تضمینی خودم میندازم. خسته شدیم. همه کسایی که من میشناسم جایی که خودم رفتم بدون استثنا هر شنگولی که وجود داره خود طرف متخصص تو این کار، متخصص کارخونه تولیدیشو داره، معتقد این بهترینه در تمام اونایی که توی دنیا وجود دارن. هر کیو میبینیم مثلا دارم میبینم برا ما فرق داره. بدون مزه نمیتونم. یه پیک به مزه فرش بید. یه معضل بزرگ دیگه ای که به نظر من برای هم‌نسلای ما الان داره اتفاق میفته اینه که ما در مورد روابطمون کلمه زیاد داریم. جدی دارم میگم. خیلی ساده است. رابطه خیلی چیز ساده ای. حالا پیچیدگی‌های خاص خودشو داره از لحاظ احساسی که اونا برمیگرده به شناخت دو طرف. یعنی مثلا دختر پسر رو بشناسن، پسر دختر رو بشناسن. بیشتر پیچیدگیش به اینا برمیگرده که این دو جنس اصلا درکی ندارن. به خاطر این مسائل نیست که الان داره اتفاق میفته. اصلا ما برای خودمون یه سری چیزا رو پیچیده کردیم. برای دختر یه پسر چند تا عنوان مثلا میتونه داشته باشه. یکی که دوست پسرش، یکی که فاقش، یکی که جاست فرندش، یکی که اکسش، یکی که نکسش، یکی که شوگرش، یه بنفیتشه و نمیدونم. اصلا یه سری اصطلاحات عجیب غریب همش آپدیت دارن. یعنی مثلا یه هفته میگذره توی جا نشستیم مثلا میگه فلانی من میگه یعنی چی این اصطلاح؟ یعنی اینطوری سویچ شیپمونه فلانمونه. میکنیم. سلام، حافظ هست؟ شما دوست دخترشی؟ نه من سچویشن شیپشم. چند شیپ؟ آره یعنی که میخوایم با هم باشیم ولی هیچ کدوم گردن نمیگیریم. نه متاسفانه گول به گول شده معلوم نیست تا الان بوده. مرسی. من نمیفهمم این چه جور رابطه‌ای شما حتی روی یه میز نشستین ولی تو حسابشو میکنید. هاید ریلیشنشیپ. هاید ریلیشنشیپ یعنی اینکه من با اونم ولی اون نمیدونه که من با اونم. داداش 6 ماهه. یه اسپرسو بزن با 2 تا نی واسه من و مهسا. مهسا دیگه کیه؟ بنفیت همه دیگه. بنفیت؟ آره دیگه. یعنی اینکه فقط خفه شو که صافت بود. یه باری کجاست؟ خاک تو سر تو که این همه سال تنهایی. من که با تنهایی مشکلی ندارم. من اینورم. اصلا تو چجوری میتونی عاشق این هم آدم باشی؟ من
عاشق یه نفرم دادشون هم کراشمه، لامبورگینی 2 تا صندلی داره. اینو ببین. عزیزم دوستم داری؟ علی کیه؟ من پارسام. جواب منو بده. علی کیه؟ پار میدم. ببخشید بچه‌ها، من خودم اومدم توی ویدیویی که مثلا میگم مسائل فان و اینا نباید باعث بشه که سری چیزا فراموش بشه. اینجایی که راجع به این مسائل با هم یکم صحبت کنیم، ببینیم واقعا که قرار روابط همین شکلی باشه. حالا شاید در این حد نباشه، فانش بیشتر داره میشه که هست، واقعا هست. این سری معضلات رو از جنس روابط امروزی بررسی کنیم، چون از دهه 20 تا 30 میتونم بهتون بگم 10 مدل سبک رابطه رو واقعا میشه تعریف کرد. حالا آدم‌های مختلف با تیپ‌های مختلف شخصیتی باز با هم فرق دارن، ولی همین هم سن و سالای خودمون خیلی قضیه فرق داره و توجیه داره. بررسی‌ها نشون داده تحقیقات که 80% کسایی که مخاطب یوتیوب فارسی ان بین 20 تا 30 سال هستن. حالا مثلا از 18 تا 34 هم باشن، ولی این بازه سنی بیشتری محتوا رو می‌بینم و این خیلی تاثیر داره. یه چیز خیلی مهمتر از همه اینا اینه که این روزا مثلا به من میگن که مسئله‌ای که راجع به من وجود داره از قبلا تا الان هم به واسطه کارم، هم قبلا تو فضای مجازی بیشتر بودم، هم دوستام، هم دور و بریام، اینطوریه که همیشه اون آدمی بودم که سلام خوب این اتفاق افتاد راجع به روابط اینجوری شد اونجوری شد. من خیلی چون خودم هم اینطوریم که خیلی به مسائل دقت می‌کنم، شاید بی تاثیر نبوده باشه. واقعا یه چیز خیلی واحدی که الان وجود داره اینه که همه چی خوب پیش میره، من با طرف صحبت میکنم، طرف اوکیه، خوب پیش میره، ولی اصلا نمیدونی از یه جایی به بعد چی میشه که اصلا ادامه پیدا نمیکنه. یعنی اصلا بی سر و ته انگار شده. میگم هدف وجود نداره. هدف حتی منظور این نیست که الان هر دو نفری که با هم آشنا شدن سریع خواب بشن، سریع مثلا به ازدواج مثلا بخواد برسه که الان ازدواج فکر کنم مثلا رویا شد. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، یه نفر بلند شه رو دوتاش برینه. دلیل اصلی که برای این داستان میتونه وجود داشته باشه که معمولا اکثرا هم بهش میگن که آره دلیل ما اینه که همه معتقدن یه تایمی مثلا تو رابطه بودن و اون رابطه درست نبوده، فرد سمی بوده، دلیلی از رابطه زده شدن و خب الان دیگه پس رابطه خوب وجود نداره و این قضیه رو شو میکنن، به نمایش میذارن و این قضیه حتی محبوب هم شده که همه به خودشون حق میدن. من چون یک بار یک داستانی برای من اتفاق افتاد، پس دیگه تنهایی رو به همچین روابطی ترجیح میدن. خب خیلی واضحه، همه آدم‌ها تنهایی رو مثلا به داشتن سری روابط ترجیح میدن. چطور میشه که 90% روابط الان این سبک روابطه؟ چجوری واقعا میشه؟ مسئله ریاضی، یعنی محاسبات قشنگ ریاضی داره، قشنگ رمز داره، فرمول داره. فرمولش میدونید چیه؟ اولا اینکه برای دختره که الان وجود دارن، مثلا اگه 10 تا پسر وجود داشته باشن، مورد تایید اون 10 تا دختر دیگه 2 تا از این پسرن. جدی دارم میگم، 7-8 تا پسر همینجوری خودشون میرن کنار. اینکه قد بلند نیست، اینکه بوره مشکی تایپ من نیست، اینکه همه اینا هم دارم میگم تایپ اصلا از یه جایی به بعد اصلا این تایپ اتفاق افتاد. برای همین دارم میگم همه آدما همه روابط شبیه شدن. یعنی 4 نفر اومدن گفتن این تایپ خوبه، بعد گفتن این کیه؟ این مثلا حالا خودشون اینفلوئنسر بود، حالا آدم خوشبختی بود، ثروتمند بود، چیزایی که اصلا فضای مجازی با ما خوب تلقی میشه و خب پس تایپ اینه. واقعا 10 تا پسر که اون میرن 8 تاش کنسل میشن به اصطلاح، ولنجک به پایین کنسله. اون و حالا مثلا شاید برعکس هم برای خانم‌ها فکر کنم، یعنی برای دختران فکر کنم اتفاق میفته. از اون 10 تا مثلا پسر 2 تا پسر میمونن. خب الان خودت بیا حساب کن، 2 تا پسر برای 10 تا دختر شانس بیشتری دارن برای اینکه با دخترها و خانم‌ها ارتباط برقرار کنن. یعنی خیلی راحت میتونن الان انتخاب کنن دیگه، مثلا 2 نفر 10 نفر دیگه اون برای قشنگ میتونن برای خودشون ملاک در نظر بگیرن و دستچین کنن. اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ این پسرها چون شانس بیشتری دارن که با دخترها باشن، سبک روابط رو بیشتر یاد میگیرن، بیشتر با خلق و خوی دختر آشنا میشن و واقعا به اصطلاح تو رابطه کاربلدتر هستن. اصطلاحی که امروز راجعش مطرح میشه اینه که پسر لاشی کاربلدتر. یه سری رفتارا رو بهتر میتونن انجام بدن، یه سری کارا بهتر میتونن انجام بدن و این باعث میشه که اینا بشن لاشی، بقیه هم پسر خوبا بشن که واقعا فکر کنم تا حدی این اتفاق میفته، چون بهتر بلدن چجوری باید رفتار کنن، پس اینا محبوب‌تر. اتفاقی که برامون 10 تا دختر میفته چیه؟ اینه که اون 10 تا دختر میان برای انتخاب این 2 تا پسر، خب اونا بالاخره 10 تا شاید نتونن باشون دیت کنن، البته فکر نکنم احتمالاً بتونن. ما میتوانیم آقای دکتر.
یه سری کسا هست میشن شانس دیت کردن با این گزینه‌ها براشون نیست، حالا به هر دلیلی. یه سری با اینا دیت میکنن ولی رابط موندگار نیست، بس معتقدن که همه پسرا لاشیان، در صورتی که اینا خودشون این قضیه در نظر نگرفتن که این آشنایی باید یه تناسبی داشت، یا اصلا یه قضیه براش مطرح شد که خب این تایپ منه، رفت از نزدیک دید که نه واقعا شاید ملاک هم این نیست، شاید اصلا سبک من این نیست، به هر دلیل اون رابطه موفق نبود. طبیعتاً رابطه‌ای که موفق نباشه ازش بیرون بیاد خیلی کم این اتفاق میفته که خیلی سالم از اون رابطه بیرون میاد، یه اتفاقی وسط میفته و دیدگاه تو رو خراب میکنه و یه خط میندازه وسط باورت. بین بقیه اون جمعیتی هم که موندن میخوان با این دو نفر دیت کنن، اونم طبیعاً آدمایین که انتخاب میشن و اوکی ترن. به هر دلیلی اینا حالا یا اینا در سطحشون نیستن، یا اصلا اگه با هم لول باشن دیگه پسر در حدی نیست که مثلا بخواد با دختر حتی هم لول خودش بخواد موندگار باشه، وفادار باشه. چرا؟ داره میگه اوکی، حالا میگم این قضیه کاملا تو این نقطه باید تموم میشد، یعنی خب من تایپم پیدا کردم بعد تموم شد، ولی چون از اون طرف میبینه 8 نفر دیگه تو صفم برا من، به این نتیجه میرسه که خب اصلا نیازی ندارم به هر دلیلی مثلا با یه نفر بمونم. موندن به کنار، تلاش کردن، زحمت کشیدن برای اینکه تو رابطه دیگه بخواد به یه جایی برسه، این مسئله دیگه انگار وجود نداره و توجیهش همینه واقعا.